داستان رستم و اسفندیار را چنان که وعده کرده بودیم شروع کردیم و تا بخشای ابتدایی را به نوعی خواندیم و امروز میخوایم این ماجرا را به فرجام برسانیم و خدا را شاکرم که اون وعده‌ای که با دوستان کرده بودم اون عملی شد در این روزگاری که هر لحظه‌اش 1000 تا مشکل هست. خب من مبنای نقد این داستان رو، چون من در داستان‌های قبلی هم که از شاهنامه بیان می‌کردم یک مبنای زیبایی شناسانه و هنری برای داستان‌ها اول ذکر می‌کردم و بعد اون داستان رو بر اون پایه تحلیل می‌کردم. در داستان رستم و اسفندیار هم من این مبنا رو ایجاد کردم و اون مبنای تقابل و تضاد بود و تا حدودی در این قسمت هفته پیش توضیحات دادم. خب برای که ممکنه دوستان یک تعداد نبوده باشن یا یک تعداد یادشون رفته باشد و ما داستان رو بتونیم بر همون مبنا پی بگیریم، یک اجمالاً این نکته رو 2 مرتبه توضیح میدم. ببینید ما در این گونه داستان، این در داستان مثل داستان رستم و اسفندیار، برای اینکه خوب این داستان رو تحلیل کنیم و زیبایی های هنری کار را از چی از جنبه بلاغی کار و چی از جنبه روایتی کار، یعنی داستانی کار در بیابیم، و باید 2 تا نکته مراعات میکرد شاعر یا فردوسی. نکته اول این بود که یک نوع همانندی هایی رو باید ایجاد میکرد در این داستان. همانندی یعنی این که 2 تا پهلوان، 2 تا قهرمانی که رو در روی هم قرار میگیره باید در یک سری چیزها در این داستان همتراز هم باشد، یعنی همانند هم باشد. خب این البته در داستان‌های تنها در این داستان نیست، در خیلی از جایها داستان‌ها و روایت‌ها مراعات میشه، ولی اینجا این کاربرد ویژه داره. در داستان‌های معمولی خب 2 تا قهرمان یا یک قهرمان و ضد قهرمان رو در کنار هم قرار میده و در داستان‌های مهمتر معمولاً ضد قهرمان هم برجستگی‌های داره، یعنی خیلی ساده نیست. که این داستان‌های معمولی خب قهرمان رو خیلی ستایش میکنه، قدرتمند میآفرینه مثل این فیلم‌های معمولی، ولی ضد قهرمان‌ها اغلب آدم‌های بد و شروری هستن، یک سری شرارت‌هایی دارن ولی ضعف‌های خیلی آشکاری دارن یا خیلی مثلا قدرتمند هم حتی نیستن. خب این داستان‌های معمولی است، اما داستان‌های اصیل به همون اندازه‌ای که قهرمان باید توانایی داشته باشد، ضد قهرمان هم باید خوب پرداخته بشه بهش. خب اما ما در داستان رستم و اسفندیار قهرمان و ضد قهرمان به او تعبیر رایج نداریم. ما اینجا 2 تا قهرمان داریم که باید همانندی‌های مشابه هم داشته باشند، ولی خب در مجموع میشه به هر حال اینجا هم از دید فردوسی این تقابل رو حفظ کرد. همانندی ها باید 2 تا هماورد اولا به اندازه هم ساخته و پرداخته بشه، یعنی راوی یا اسطوره پرداز یا داستان پرداز اینا رو از قبل یک نوع شخصیت پردازی متقارن کرده باشه. در این داستان یه اتفاق افتاده، مثلا هر 2 جهان پهلوانی ایران هست، در این قسمت با هم مساوی هست، هر 2 خدمات شایانی برای ایران کرده، دشمنان زیاد رو از ایران دفع کرده، در این قسمت هم با هم هماوردی داره، هر 2 تا 7 خان رو پشت سر گذاشتن. حالا 7 خان رو در ظاهر ما یک واقعه میدانیم که خب رستم هم رفت در یک جایی برای
آزاد کردن ایرانیان و پادشاه ایران کاووس از اونجا مشکلاتی در 7 مرحله را عبور کرد. اسفندیار هم برای این کار، برای آزادی خواهرانش و اینها، این 7 مرحله را طی کرد. ولی خب این معنی نمادین هم داره، یعنی 2 تا پهلوان باید این 7 مرحله سیر و سلوکی انسانی رو هم بتونه طی بکنه. یعنی هم معنی استعاری داره، هم معنی غیر استعاری و واقعی در خود داستان‌ها. این نکته بعدی هست که هر دو پهلوان، این دیگه هیچ جای در شاهنامه ما نداریم که 2 تا قهرمان این ویژگی ها رو داشته باشد، یعنی هر دو 7 خان داشته باشد. این تصادفی نیست. هر دو قهرمان بهره‌مند از نظر معنوی هست، یعنی با یک نیروی اهورایی حمایت میشه. اونی که اسفندیار رو حمایت میکنه خب زرتشت است. همونطور که گفته شد زرتشت اسفندیار رو نظر کرده زرتشت است. اسفندیار حالا یا در آب چشمه ایشان رو شنا داد، در شستشو کرد تا رویینتن شد و البته به روایت اوستا انار رو، یعنی دانه انار رو داد به اسفندیار که بخوره. انار دعا شده و همون خاطر هم هست که انار یک میوه بهشتی تلقی میشه از همون زمان و انار میوه مقدس است. این تقدس انار اتفاقا در اسلام هم وجود داره و در آیین زرتشت هم وجود داره. این 2 تا هست و رستم هم که میدانین از پدر تا خودش تحت نظر سیمرغ بوده و سیمرغ در دشواری ها به این خاندان کمک کرده و تا هنوز هست این قضیه. این همسویی یا همانندی یا هماوردی بعدی، هر دو در امور جزئی هم با هم همانندی هایی داره. من اشاره کردم که بشوتن برادر اسفندیار، برادر خرد اسفندیار، یک مشاور عقلانی و بسیار خیراندیش برای اسفندیار هست، همونطوری که زال برای رستم هست. و آخرین نکته، البته زیاد این همانندی ها، آخرین نکته اینه که هر دو قهرمان محبوب هست در شاهنامه. یعنی اینطور نیست که یکیش منفی باشد یکیش مثبت باشد و این محبوبیت تا آخر داستان با اینکه با هم می جنگه و یکیش کشته میشه ادامه دارد، به طوری که ما نمیتونیم بعد از خواندن داستان هم خیلی راحت تعیین تکلیف کنیم از قهرمانان محبوبه. و این هم یک از برجستگی های این داستانه که چطور 2 تا انسانی که با هم می جنگن و اینها هر دو محبوب باقی بمانه. هنرمندی مثل فردوسی هست که از پسی همچی کاری برمیاد. این همانندی ها، خب حالا در کنار این همانندی ها ما تقابل هایی هم داریم، یعنی تضاد و تقابل هایی هم میان اینها داریم که باز فردوسی روی این تضاد و تقابل ها هم تکیه بسیار میکنه. میگه یکی از این قهرمان ها پیر هست، یکی جوان هست. ببینید پیر و جوان در اسطوره ها و در داستان ها معنیدار هست، تنها کهنسالی و جوانی نیست. پیر معنای استعاری و کنایی خودش داره، جوان معنی استعاری خودش داره. در روزگار ما هم حتی ببینید که این تضاد پیر و جوان در نسل ها رو شما همیشه مشاهده میکنید. نسل جوان میگیم ما، مثلا نسل قدیمی تر میگیم، دوره های کلاسیک میگیم، دوره های مدرن میگیم. یعنی این تقسیم بندی هایی که در دنیای مدرن هم هست نوعی تقابل پیر و جوان هست. یکی شاهزاده یکی پهلوان هست، یعنی این تقابل دومه. یکی پهلوان است که در شاهزاده هم هست، یکی نه، یکی جهان پهلوان هست. از جنبه‌های دیگر یکی به هر حال آزادی خواه هست، یکی ایدئولوژی گراست، یعنی نوعی تعبد در کارش هست.
که باز در تعقل و تعبد هم میتونیم این دوگانگی را حس کنیم. یکی به خرد توصیه میکنه در گفتارهایش که امشب خواهیم خواند، مدام از خرد و نگرش عقلانی یاد میکنه، ولی در مقابل اسفندیار همش از تعبد حرف میزنه، از اینکه پادشاه به او دستور داده، از اینکه پیرو دین بهی هست و نمیتونه از او سر بپیچانه. ببینید این نکته بعدی هست، سرنوشت و اراده باز در زندگی در این داستان با هم تقابل داره. رستم طرفدار اراده گرایی است، به یک اراده آزاد در انسانها تکیه میکنه، ولی اسفندیار گویا به سرنوشت نوع علاقه چی داره، در واقع باور داره. میگه که زندگی و مرگ باز یک تقابل دیگه است، یکی برای زندگی بجنگه، یکی برای در واقع به امید در واقع مرگ، یعنی مرگ که میگم یعنی مرگ دیگری. خب تلاش زندگی و مرگ هم در این داستان هست. از این جا اینا کلیات هست. ما در ریز داستانم که بریم خواهیم خواند که این تقابل در کاراکترهای جزئی هم وجود داره. مثلا فرزندان اینها هم با نوعی به هم تقابل داره. شما در داستان قبل، در زمانی که در روز اولی که جنگ رستم و اسفندیار شروع میشه، سپاه ایران وقتی رستم دیر میکنه، سپاه زواره و فرامرز سپاه رو میارن نزدیک سپاه ایران تا بپرسه که چرا، ببینه چرا این دوتا نبرد اینقدر طولانی شد. اونجا فرزندان اسفندیار، دو تا از فرزندانش با سپاه در مقابل اینها با هم گفتگوی تندی میکنه و اینها کارشون به جنگ منتهی میشه و دو تا از فرزندان اسفندیار کشته میشن و به دست فرزند رستم و برادر رستم. این تقابل از اینجا هم شروع میشه. بعد ما این تقابل رو حتی بعد از مرگ هم میبینیم که بهمن فرزند دیگری اسفندیار باز رو فرامرز پسر رستم رو در نهایت میکشن. این هم هست، ولی در مجموع ما میبینیم که در این تقابل ها، همینطور که هفته پیش گفتم، فردوسی در تقابل ها جانب رستم رو میگیره، برخلاف متون زرتشتی مثل اوستا که جانب اسفندیار بیشتر گرفته میشه. فردوسی در جاهای مختلف از رستم طرفداری میکنه. هفته پیش خواندم که حتی از قول مادرش کتایون اسفندیار رو میگه که خودت رو با رستم مقابل قرار نده، مبر پیش پیر ژیان هوش خویش، تو با رستم برابر نیستی. و رستم رو تایید میکنه، رستم رو ستایش میکنه. اعتراف درونی اسفندیار هم گواهی میده بر برتری رستم. ما چند جای وقتی اسفندیار با مادرش از ته دل صحبت بکنه یا در کنار پدرش، وقتی پدرش میگه که برو به جانب رستم، اونجا میگه که خب به رستم چی کار دارید؟ رستم تا بوده زحمت کشیده برای ایران. این اعترافات درونی اسفندیار باز نوعی برتری است که در این تقابل فردوسی جانب رستم رو میگیره. حتی پسر و برادر اسفندیار هم در همین متن داستان که خواهیم خواند از رستم گاهی طرفداری میکنه و سرزنش میشه توسط اسفندیار که باز اشاره خواهیم کرد. سپاه ایرانیانی که از توسط اسفندیار آمده باز با دیدن رستم فیلشون یاد هندوستان میکنه، یعنی از یاد جنگ‌های قدیم و خیلی خوششون میاد از رستم. ببینید اینا تقابل‌های دیگری است که ما میبینیم در گفتگوها. باز ما نشان این تقابل‌ها رو میبینیم. رستم به یک سری چیزهای تمایل نشان میده در گفتگو، در گفتارها و دیالوگ‌هاش. اسفندیار به یک سری چیزهایی و باز جانب رستم گرفته میشه. معمولا در اون نبردی که قبل از نبرد اینا با هم دست میده، یک نوع سنتی بوده دست دادن دو تا پهلوان. اونجا باز میبینیم که رستم برتری داده میشه بر اسفندیار.
یا در نهایت که خب به کشتن اسفندیار منجر بشن. گاهی برخی نامردی هایی هم ما از طرفداران اسفندیار یا از فرزندش یا از